دوستان عزیز سلام علیکم. شام 22 اکتبر 2025 و به شما میخواهم درباره یک 3 نمود انار یا 4 نمود انار گپ زنم. این دیگر است. 5 نمود میشد. 1 2 3 4 5 نمود. ایناش از حولیمان است. ایناش از ایران است. از ایران من یک نمود. اینا کلانش من خوردم در ایران. بسیار شیرین بود. ایناش رو چشیده بودم. اناری تعریفی صاحبی بود و اناری زورش نداد. دیگر اناراش گرفتم. این انار بینید. در بازار همین خریدار فریاد کردن میستد. اینش هم پوستش بهترین. این اناری من این نو به حولی من پیدا شد نمیدونم از کجا آوردگم نهارشم. ایناش رو از خانه خواهرم. اینم از ایران. میگذاریم با سنجیش چشیدن و برکشیدن. سر میکنیم از همین خیلی بریم بعد آخر هوای نشانتی هم داشت مهم تا آخر تماشا کنید که هوا چیه. این انارچه ها 157 گرم در بازار این انار این رقمش این رقم نیم. این حجم کم میخرن. این حجم زیاد میخرن. این حجم زیاد میخرن. این حجم زیاد میخرن. من اناری خونه من پوسیده است من ببینید. یک تا من ساز نگاه نکردم. انم خیلی کسلی بسیار اومد. این یک تا نمیدونم چقدر پوسیده است. انا میگذاریم با من این انارها بریدم خوردم. بسم الله الرحمن الرحیم. انار دونهش مایده است. ما از این انار نمیبیاریم. اینا برای من حوله هاشون چیندن. من خوردم و مزه شد گرفته آمدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی شیرین تروش. کلانش شیرین بود. گفتی ایرانی ها ویلش میکنیم. ویلش یک طرف میکنیم. میگذاریم به خونه اناری من. این دوتا آوردم. اولوسو میگه نسیه کسلو چی. یک تاش سرخ برامد دیمشم میکشه. ایشه کشیم آمد ها. بریم کنی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اناری خانم من یکم بار چیندم همیروز. اناری حولی من. بسم الله. کنی. آه. انا دوستو انارا بینید. پوستش معقول نیو. پوستش هم گندنه. انارا بینید. رنگش مثال میگیریم شما معقول نباشد اگر اکن رنگ ظاهری چی باشد باطینش زور باشد. اینو بینید. دونه کلانیش بینید. خانه من داریم کمتر بگم از این انار. اینو بینید. اکن رنگش سیاه البته نباشد هیچ گپ نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر چی این چی؟ ایشم بخورم. میگوید که فکر میکنم دادم که وقتی دادن شکر رخته. شکر کشته باشد از این. حاضرش جای یکم اناری من رفت. با اناری بومی من حوالی من ولوش پوسیده است. نگاه نکردن. دور بود کم زدیم. اینش رو میبینیم چه خیلی. از کجا آوردم نمیدونم من. بسم الله الرحمن الرحیم. میبینیم چه دانم باشد. هرکه من انار بریدن در اونقدر متخصص نیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم من انار دونش همون دونه اناری من باشد همین. چون که این رنگش دیگه شده است. همون انار باشد این در افتاب بسیار استودگی این. بسم الله الرحمن الرحیم. این انار
دونش تکش در دهان میدان میشه. این همون قای. من فهمیدم. اینو انوروی کنی بودم. دونش سخت. قای میگن این همون قای. شیرین نه انوری من نمیبرد. تمام این رفت. ویلش میکنیم ها. زور نکی. این آتش بینه بزرگیریشه. دونش هم زور. اینا بینه. دونش هم زور. همون یک کنه بوده میگفتی. بعد کسالا نظم میبیند گفت همه انوریمون این هوای باشه برای که بلوش کسال شد. اینا بینه. این دونمون مجبوری دونش بروردن میخوام. پیوند میکنم دیگر میکنیم شد. این انوری من. انوری خونه من. دونش اتهی دندان نمیمونن. دونش مهمتر و دونش سخت. میرویم دیگر طرف. انوری ایران. این سرخش هم میگیریم. اینو انوری برند فیرمه صحیبی های. بسم الله الرحمن الرحیم. 440 گرم. انوری خونی منم برکشیم. اول برنکشیم که ها. چهارصد و 52 نیم کیلو داخلی که 451 بودم هم شد. این بطریه نه خدا نه صاف شد. 440. بسم الله الرحمن الرحیم. این انوری ایران. دونش نظر به انوری من سرختر. اینه انوری من خونه من. دونه این بزیبتر. دونه انوری من هم گنده نیست. میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بزیب ها. این بزیب. همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. دونه این رو میخوریم. آقا من دوده بود. بدون تروش دوده. شیرین تروش نوردونه بدونش دوده. در حقیقت یگان تای دندان توده حس نمیکنه که این دونه دارد. حس نمیکنه. دونه انگور سخته این نه. لیکن این شیرین تروش خود ایرانی ها شیرین تروش رو دوست میدارن. من انار ایرانی شیرین تروش نوردانش. همین هم گفتم 10,000 دونه میگیری میگم و من در همونجا قیمت زهر 65 سومنی قریب 70 سومنی میتونم تا میگه دانشم میگذاریم دیگرش نه. این کدامشو بریم بینم این کلامشو بریم ها. شما زیخ شدید بدونم اون وقت این دندان تا هیچ هم اوه میخوری میرم کم کمک معلوم میشه نکی شیرین تروش این هم هوایی باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. 642 گرم میگیریم میبریم همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم ایرانی هم که ببرید هوای. این دونه بینن و بعضی بی دونه بینن و
خدا ایرانی ها خیلی کلمه بانش گرفت بان خیلی نشان داد انا بسم الله الرحمن الرحیم این نعمت معجزه خدا تعالی رو بینن اینم بدونای چی بالا تای دستم بدونم مسودای مولای مسودای خاکو بسم الله الرحمن الرحیم بدونه شیرین شد دادای لیکن یا بدونه دیگه بود این شیرین بود حالی نوم نمونده بود رقم بود انا و یا نداد او بدونه شیرین تروشش با منم همون بخور بود کو بخور با منم هوای باشه لیکن اینش یا اینش دیگر بود خلاصی گپ که این نهولش 100 تومان میارزه این نهولش 100 تومان میارزه ولی کدامی در کار باشه از همه انار مرحمت برخواست کند لیکن نرخ انار این قیمت این اگر مثال میگیم 10,000 دانه بیار گفت کدامی 5,000 بیاد من گوارید میکنم شه گپ میزنم التماس میکنم 80 تومانی تو دوشنبه بیاریم اگر هو 5,000 6,000 گیره این انار داخلی این خیلی انار نمیدانم در تاجیکستان ممکن نروید ندیدم هو انار راحت میکنید میخورید که این همون پروفسور اسکر خوکزاد اگر راست گوید که وای خودش اختراع کرده است در حقیقت معجزه اختراع کرده است معجزه همدیران عزیز کدام باغ انار میکند سرمایه دارد هم خیلی انار با من در تماس بروید با مقداری کلان علاکه یک اکیمو 1000 دانه میگیرم گفت 1000 دانه با یک 4-5 کسی دیگر یک جای شاید 5-6 هزار دانه شود کیلویی این 10,000 دانه گیری گفت من میتونم کیلویی همینه گرفتن شود 5-6 هزار دانه شود من 80 سومی همینه تا دوشنبه آوردم میرسونم 80 سومی این نقش نهایت قیمت بود نهایت آن هم دیاران عزیز در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد با کدام معقول باشد لایک کنید پدلیت کنید کمی گنده نگوید التماس